سیمایز رادیوی محلی ستاسو غږ ستاسو رادیو خبرونه گزارشات تبصرې موسیقي زدهکړه تفریح او ډرامې په سیمایز رادیو کې از طریق شبکه تنین د راز خبرونو راټولونکي از محصولات مختلف و رادیوهای مختلف. زن مشعل خانواده، خزه دکور دیوه، برنامه از محصولات انجمن مشارکت ملی افغانستان. د افغانستان د ملي ګډون د ټولنې له محصولاتو څخه نازنین جان، چرا رادیویت گل است؟ تو بگی رادیو را روشن که چی خوب برنامه‌ای داره. راستی؟ برنامه‌ای چی است؟ بعد از این هر هفته برای زنها 4 برنامه نشر میشه. امیال وقت نشر درامه است. تو بگی رادیو را روشن کو. خوب گفتی. از مکتب خونه شدیم، بیا که از طریق همین رادیو یک چیز را بفهمیم. این رادیو را روشن میکنم. عادل جان کجا هستی؟ چی؟ اینجا هستم. چطور تو خب و چوب هستی؟ اگه خانه تا دوست پشت کنه خبر نمیشی؟ وی نه دیگه، یقه بی خبر نیستم. صدای تق بوتای تا آمد، گفتم کدام بلدی خواد باشه. حالا میبرایم امرایش گپ میزنم. وی خورک نابلدم بوتاش تق میکنه. خدام که در چی چرت بودی؟ خو دی گپا همون سلام از یادم رفت. چطور هستی؟ شکر، فضل خداست، خوب هستم. از خود بگو دخترکت چطور است؟ خوب هستیم شکر. دخترم چندان مزهش نیست، کسل است. بعد از امو مریضی ایش طبیعتش خوب نمیشه، اشتیاقش کم شده، ناق جیل میکنه، نارام خوام شده، بیخی خلق تنگ کرده. من چی کنم امرایش؟ تو هم خورک بیکار موندی، ببرش پیش دکتر. سربخت تو خوب نمیشه، تو هم لاغر کرده، نارام خوی هم خوب بد چیز است. پیش دکتر خوب بردیمش، او مریضیش خوب شد. حالا تو کارا میکنه که بیخی اعصاب آدم آرام میسازه. خب چی شده؟ اگر طفل جور باشه صحیح خو میکنه، نان میخوره، گریان نمیکنه. الان که مشگان تمام روز گریان میکنه، اون تو شکایت داری؟ از امی خاطر میبریم شار خانه امیش هم معلوم از خدا کنه که غمخوریش کنه. کدام امیش؟ امو معلم که اسوی اول روان کرده بود که بیاین اینجا غمخوریش کنین. او زن بسیار فامیده است، در وقت و وقت ما میرسه. هر وقت بیادر خود نصیحت میکنه که امرای مروی خوب کنه و آزارم نته. خوی چقدر خوب زن است، کاش که من میدیدمش. ام دفعه اگه خانیت آمد به من اول بده، حتما میبینمش، بشناسمش. بچه‌شم، ما قصای تو را برش کردیم. او هم میخواد که تو را ببینه و امرایت آشنا شوه. خورک نگفتی دا، پس خانه چی میپولیدی؟ چیز نه، کالا مالا را جمع میکردم. اگه صبا رفتن ما شوه تیار باشیم. اتو که است رفتنی هستین بخیر. غم دخترم میخوریم.
راستی ما هم دقیق آوردیم، چند روز چکر میزنیم. چند روز خودبانین اونجا؟ یک هفته عمقا خواد باشیم. زیادش اینجا هم زمین کار دیقانی میمانه. چقدر جنجال داره، خاک در سرش. دی چند سال خوشسالی نه خیر زمین میبینیم نه برکتشه. اونم مصرفش هم ده چند. وقت خواهو بود، حالا هم میخریم. بیا خوراک خدا میربان است که باران رحمت بباره. از خاطر او خو کل ملک ما خشک خوار شده. درختای چندین ساله را کرم زده. دریاها و جویا به کلی خشک شده. او قطعی قار خداست. خوراک قار خدا. من میگم که کم کم روز ما خوب میشه. جنگ که نباشه، غم دیگه چیزا خورده میشه. ایره دعا که خدا دیگه جنگ گم کنه و کسایی که جنگ طلب هستن اهل صالح شون. حال دیگه خدا مرا بگیره. در گپ یادم رفت برای چی آمده بودم. اما یک دانه دیگدان آینی تبته. اگه بیکار است که یک چند تا بولانی پخته میکنم. خو اینا بیکار است. بولانی چی پخته میکنی؟ بابی اولادایم گندنه را خوش داره. گندنه آورده برای بولانی. حق ما یادت نره. ما هم زیاد خوش دارم بولانی گندنه را. هر روز که بخورم دلم سیاه نمیشه. امی دیگدان هم از خاطر بولانی خریدیم که تاوگی پخته کنم. حق تو خو از خورجان میارم برات. اگه نرفتی سلام زیاد بر ننوید بگویی، سفرت بی خطر. خیر نصیبت. خانه را با امید تو اعلام میکنم. یگان دفعه سر تا پیش کو. راستی مرغای ما ماندیم. دانه ها برشان بیتی. تخمایش از خودت. با مان خدا. با خدا سپردیم. خوراک خاطر جمع باشه. مرغای تا و دانه میتم. از طرف اولی بیخی خاطر جمع باشه. خود تو قصه کو که درای دادن رفتی یا نه؟ رفتیم. کل ما در ده ما یه زن در خانه نششته بود. امیدوار خواستیم که رئیس جمهور ما ملک ما را جور کنه، آرامی را بیاره، اولادای ما صاحب کسب و کمال شوه، خود ما از دربدری خلاص شویم. خوب کردین به خدا که رای دادین. یه حقتان بود، از حقتان استفاده کردین. ما میره میگم کل ما آرامی میخواهیم. به خدا خوار جان، کل ما که برمی کرزای صاحب رای دادیم، از او امیدوار هستیم که ملک ما را آرام کنه. اول آرامی است. نه خوار جان، اگه آرامی نباشه زندگی ما از چی جور شوه؟ کارت در خود دی برتان توضیح کرد. خانه ملک صاحب گرفتن. یک ماه خانهش گرفته بودن. دادونج کارت توضیح کردن. خیال کارت تا چی کردی؟ ماچم دمو کنج کنار خانه افتیده یا گم شده. چرا؟ وی فکرت باشه که گم نشه. چرا او رو انداختی؟ او را امروز رای دادن سوراخ کردن. ما گفتم که دیگه به در نمیخوره. دلم بود اونجا اوسو پرتمش. نه خوار جان، او رو اوسو نندازی. بر انتخابات دیگه کارت میایه. دیگه کدام انتخابات؟ یک دفعه خود رئیس جمهور خود انتخاب کردیم. او انتخابات ریاست جمهوری بود. این انتخابات دیگه از پارلمان است. از چی؟ از پارلمان. ما گپت نمیفهمم. صحیح گپ بزن. پارلمان چیست؟ پارلمان خوار جان، چند وقت بعد انتخابات شروع میشه. خالمی صحیح گپ بزن. این پارلمان چی است؟ من صحیح گپ میزنم، تو فکرت نمیگیری. در هر مملکت یا کشور پارلمان وجود داره. خیلی که کشور ما افغانستان است. یکی خو حکومت است که ما اون رئیسش انتخاب کردیم. یکی اون قاضی ها هستند که حق و باطن میکنن و یکی دیگه هم قانون سازا هستند که قانون میسازن. میگن این کار کنین او کار نکنین. چند وقت پیش که لوی جرگه ساختن، قانون اساسی ما را جور کردن. خو صحیح. وکیل منطقه ما هم یک ماه آمده بود در شهر. میگفتن که قانون اساسی را جور میکنه. یادم آمد امو پارلمان است. اونمو پارلمان است. پارلمان هم وکیل داره، نماینده داره. نماینده های مردم دو میباشن، مشکلات مردم حل میکنن. کدام خرابی یا غلطی اگه حکومت کنه دمو پارلمان سرش گپ میزنن. اونم اونجاست که می مشکلات ما را حل میکنه. پارلمان کدام جای است؟ مثل شهر کابل واری که در اونجا میرن قضیات کارا را میکنن. ما خودم عمرم نامی جای نشنیده بودم. نه خوار جان، جای نیست. در همون تعمیری که رئیس جمهور میباشه یک چند اتاق برای همی کارا جور میکنن. باز مجلس خود در یک تالار کلان میگیرن که کل وکیلای مردم و نماینده ها جای شوند. تو که تا حال اینا من نشنیده بودی ملامت نیستی، چرا که زیاد وقت شد که در افغانستان پارلمان نیست. هر کس آمد به زور حکومت کرد. هر چی که دلش شد سر مردم بیچاره ما قبولاند کرد. هیچ کس نبود که پرسانش کنه چرا تو میکنی یا چرا تو نمیکنی. پارلمان برای همی است که از دولت پرسان کنه کار خوب و بدشه. مردم خوشی یا خفگی خود بگویند و سر دولت انتقاد کنند. اگر حکومت در کار قاضی غرض گرفت اون پارلمان درش میفهمانه که هر کس کار خود کنه، در کار یکدیگر غرض نگیرن. یا قاضی در کار قانون ساز دخل و غرض گرفت، پارلمان سرش انتقاد میکنه.
چقدر خوب. نگفتی که در اونجا زنا می باشن؟ او ساده، گفتم که مردم سر دولت انتقاد میکنن. مردم خود زن و مرد است. یا تو انسان نیستی؟ همه تو که در رای دادن رفتی، باز کارت تا نگاه کو. اونجا زنان نماینده هستن، وکیل هستن، خود کاندید میکنن، باز برشان رای بده. او کارت خود سراخ کرد. خیر است که سوراخ کرد، او خود باطل نشده، هنوز میچله. برای پارلمان همو کارت سوراخ کرده کار میایه. اینال سرم خلاص شد. من که رفتم این امی گپاره بر دیگه زنای قلایم میگم، اونا هم مثل ما دیگه پایش بوی نمیبرن. کاش که مرا بان خود نماینده بگیرم. از اول می فکر میکردی، مکتب میخواندی، با سواد میشدی، اینال میتونستی که از حق و حقوق خود و مردم دفاع کنی و مشکلاتشان حل کنی. کاش که میفهمیدم که یک روز ما هم زنده جان شمار میشیم. ما را خو گفتن که برای خانه و کار خانه هستین. بس خلاص، ما کجا ای کارا کجا؟ چرا تو گپارا میزنی؟ همین مملکت از ماست، کارش از ماست. هر چی باشه از کار خانه ها گرفته تا ریاست جمهوری. حال وقتی و قیودات و تنگ نظری تیر شده که زن حق نداشت از خانه برایه. ما شکر مسلمان هستیم. قرآن گفته که زن و مرد مسلمان علم بیاموزن، مایوس نشو. در همین کورسای سوادآموزی خود شامل کو، حتما یک چیز میشی. خبرونه د افغانستان د ملي ګډون له محصولاتو څخه دي چې د IOM د مؤسسې په همکارۍ سره برابریږي. این برنامه ها از محصولات انجمن مشارکت ملی افغانستان بوده که به همکاری مؤسسه IOM تهیه می گردد.